فصل دوم، چند سرگذشت دیگر. فکر نمی کردم که بیشعور باشم. فقط مثل فرمان روای زورگویی بودم که تنها زمانی خوشنود می شدم که داشتم حرمت و شادمانی اطرافیانم رو ضایع می کردم. پریسیلا یک بیشعور تحت درمان. ممکنه برخی از خصوصیات خودتون رو در سرگذشت فرد که پیشتر گفتم تشخیص داده باشید. سرگذشت فرد از این روایت هایی است که من معمولاً میشنوم، اما همه بیشورای موجود در چنین احمقهای جاه طلب، زورگو و خودستایی خلاصه نمیشن. گونه های فراوانی از بیشورا وجود دارن که باید بررسی بشن. برای نمونه چند تا دیگه‌شون رو براتون تعریف میکنم. الکسیس قد بلند، جذاب و بلند. الانم در آستانه 40 سالگی خودشو در حرفش موفق اما در یک رابطه عاطفی شکست خورده میدونه. تو این مورد اونم مثل بسیاری از بیشورا زیاد درباره خودش چیزی نمیدونه. الکسیس همیشه محبوب پسرانی بوده که میتونستن از عهده مخارج هنگفت هوسرانیاش بر بیان. رابطه برقرار کردن با الکسیس چندان کار مشکلی نبود و به راحتی هم میتونست به رخت خواب منتهی بشه. اما مثل این بود که یه نفر بخواد روحش رو به شیطان بفروشه. با این اوصاف او همیشه میتونست مردایی رو پیدا کنه که با کمال میل این مخارج رو به عهده بگیرن. اونا براش بهترین لباسها و جواهرات رو میخریدن و کمکایی به اون میکردن که هیچ وقت مجبور نبود جبران کنه. همیشه یه ماشین مدل بالا و آپارتمانی گران قیمت براش مهیا بود. حتی اگه علنا میگفت که هیچ پولی بابت اینا نخواهد پرداخت. از نظر او مردا فقط به این درد میخوردن که در رو براش باز کنن، در حالی که در مقابلش از جا برمیخیزن زیباییشو تحسین کنن و صورت حساباش رو بپردازن. الکسیس در یک آژانس تبلیغاتی به این موقعیت دست یافت. جایی که استفاده ماهرانش از ایده های دیگران و مانورهای زیرکانش بر روی آنها باعث شد تا به سرعت پیشرفت کنه و از نردبان ترقی آژانس بالا بره. اون در کارش مثل گربه بود. یعنی هیچ وقت مستقیم با کسی درگیر نمیشد، بلکه با حیله‌گری کار خودش رو پیش میبرد. میدونست چطور با پنهان کردن یادداشت‌های مهم و مضایقه کردن اطلاعات مفید از همکاراش اونا رو مثل احمق‌ها جلوه بده. الکسیس استاد کسب اعتبار از موفقیتایی بود که هیچ کاری برای اونا نکرده بود و میتونست از زیر بار مسئولیت اشتباهات، حتی اگر در حد فاجعه بودن، شونه خالی کنه. اون با استفاده از جذابیت شخصیش تونست مشتریای زیادی رو جذب آژانس کنه و بسیاری از اونا او رو مسئول سفارش‌های خودشون کردن. بیشترین اعتبار رو در آژانس به دست می آورد و از مزایای اون لذت می برد و از اینکه میدید خیلیا به اون حسادت میکنن کیف میکرد. البته الکسیس میدونست که داره نون رنگ و لعابشو میخوره، ولی مگه تبلیغات چیزی جز رنگ و لعابه؟ با این حال الکسیس از زندگی شخصیش ناراضی بود. از 20 سالگی تا 30 سالگی و تا حدود زیادی از 30 سالگی تا 40 سالگی دلخوشیای زیادی داشت. اما هرچه سنش بالاتر میرفت سوال آزاردهنده‌ای بیش از پیش ذهنشو مشغول میکرد. آیا او آدم موفقی بود؟ یا صرفاً یه تنفروش؟ البته اون انقدر مهارت داشت که به راحتی از این مسئله پیچیده تفره بره. اما این سوال در ته ذهنش رسوب کرده بود. به مرور ایام نظرش نسبت به مردایی که با اونا رابطه داشت برمیگشت. اگه مردی به اندازه کافی پولدار بود، یا خیلی پیر بود و یا خیلی بیریخت. و اگه طرف خوشتیپ و جوان بود، لات و آس و پاس از آب در میومد. اگرم کسی حسابی به او ابراز عشق میکرد، الکسیس میفهمید که یارو انقدر احمقه که نتونسته شخصیت واقعی اونو در زیر چهره فریبندش تشخیص بده. الکسیس از هر کسی که میخواست بر او تسلط داشته باشن به سرعت میبرید. سلطه مردان فقط در رخت خواب براش قابل تحمل بود، ولا غیر. اما نارضایتی از مردان فقط نیمی از ماجرا بود. الکسیس هیچ دوستی نداشت. همکاراش فقط از او تحقیر دیده بودن و دشمن خونی شده بودن. با همسایه‌هاش هم که دائم در جنگ و ستیز بود. برای پارک ماشینش تو جایی که دوست داشت و عملاً غیر ممکن بود، به خاطر صدای بسیار بلند ضبط صوتش و برای عادتش به نیمه عریان قدم زدن در لابی مجتمع مسکونیشون.
هرچند به این مسئله آخری مردای همسایه هیچ اعتراضی نداشتن و خیلی هم موافق بودن، اما زناشون هر بار با دیدن اون مثل مار زخم خورده می شدن. الکسیس حتی نمیتونست با مادرش درد دل کنه و پیش اون آرامش داشته باشه، چون سالها بود که با مادرش یک کلام هم حرف نزده بود. دقیقاً از زبانی که مادرش به دلیل اینکه الکسیس دیرتر از ساعت مقرر به خونه اومده بود 1 هفته قدغن کرده بود که شب بیرون بره. اون هیچ وقت به تلفن‌های مادرش جواب نمیداد. همه نامه‌ها هم باز نشده برمیگردون. الکسیس بیچاره با استعداد، پولدار و موفق بود، اما با همه اینا بدبخت بود. آیا او قربانی حسادت و بدخواهی دیگران شده بود؟ یا فقط بیشعور بود؟ وقتی که الکسیس برای مشاوره نزد من اومد، فهمیدم که مادرش از اون آدمای مستبد بوده که همیشه ازش ایراد میگرفته و به ندرت به خاطر موفقیتاش تعریف و تحسینش میکرده. مادرش به استعداد و زیبایی الکسیس حسودیش میشده و سعی میکرده با الغای حس گناه و تضعیف اعتماد به نفس او کامش رو تلخ کنه. تشخیص آسون بود. گفتم مادرت بیشعوره. با عصبانیت پرسید شما ساعتی $100 از من پول میگیرین که چیزیو که خودم میدونم تحویلم بدین؟ و داشت راه میافتاد بره که با انگشت اشاره کردم صبر داشته باش. احتمالاً از همون اشاره انگشت فهمید که من مقعد شناسم و گذاشت حرفمو ادامه بده. گفتم و تو بچه یه مادر بیشعور هستی. گفت خب این شد یه چیزی. کاملا مشخص بود از اینکه تقصیرها دارن گردن یکی دیگه میافتن احساس آرامش پیدا میکنه. گفتم تو خواستی بین خودت و خودخواهیای مادر دیوار بلندی بکشی، اما این کار به بهانه کشیده شدن دیواری بلند بین تو و تمام ارتباطات انسانیت بوده. پرسید یعنی چی؟ شیرفهمش کردم یعنی اینکه تو هم بیشعور شدی. با راهنمایی و کمک‌های من و یک گروه درمانی بالاخره تونست اعتیادش به بیشعوری رو قبول کنه و بفهمه که چجوری این بیشعوری باعث شده که او برای حفظ موقعیتاش فریبکاری کنه، دروغ بگه و از دیگران سوء استفاده کنه. البته من توجه ویژه‌ایم بر اصلاح عادتها و رفتارهای جنسی الکسیس مبذول داشتم و باید بگم که درمان او یک موفقیت محشر و هیجان انگیز بود. الکسیس الان در شهر پیتسبورگ زندگی میکنه و تو فروشگاهی بزرگ به صندوقداری مشغوله. با یه کارگر معدن بیکار ازدواج کرده. یه بچه‌م دارن و یکی دیگم تو راست. الکسیس خوشبخته. دست کم دیگه بیشعور نیست. هوبرت بچه 9 ساله‌ای بود که برای معالجه نزد من آوردن. پدر و مادرش نکبت صداش میکردن و تو مدرسه درجه مطلقاً کودن داشت. 4 درمانگر تا آن موقع اونو جواب کرده بودن و 2 تا هم از بعد از سر و کله زدن با هوبرت حرفه روان درمانی رو رها کرده بودن و به کارهای کم استرس تری رو آورده بودن. یکی رام کننده ی شیر شده بود و یکی هم بازرس مخفی مواد مخدر. در واقع او هم بیشعور بود. مورد هوبرت به سادگی ثابت میکرد که الزاماً همه بیشعورا محصول دوران کودکی و تربیت نابهنجار نیستند. شاید یکی مثل الکسیس چنین بود، اما قطعاً هوبرت به خاطر تأثیرات دوران کودکی نابهنجار بیشعور نشده بود، چرا که خودش کودکی نابهنجار بود. مشکل اساسی هوبرت این بود که تحمل دیدن راحتی و خوشحالی دیگران رو نداشت. مثلا اگه چند تا دختر بی سر و صدا برای عصرانه‌ای دور هم جمع می شدن، هوبرت نمیتونست آروم بشینه و حالشون رو نگیره. درست مثل خلبانای ژاپنی به عملیات انتحاری میرفت. روی سرشون هوار می شد و عملیاتشو با به هوا فرستادن ظرفا و نوشیدنیای دخترای کوچولو با موفقیت به اتمام می رسوند. یا چند بار گوه سگو در استخر شنای عمومی انداخت و اونجا رو به تعطیلی کشوند. البته هوبرت ویژگی‌های مثبتی هم داشت. مثلا از اون بچه‌هایی بود که هیچ وقت برای قبول شدن در امتحانات تقلب نمی‌کرد. به جای اینجور لوسبازی‌ها با یه تفنگ واقعی به در خونه معلمش میرفت و او رو تا سرحد مرگ میترسوند تا نمره قبولیشو بگیره. مورد هوبرت به ویژه از اون جهت که او جز بدجنسی و مردم آزاری چیز دیگری نمیفهمید مورد مشکلی بود.
وقتی بهش گفتم که بیشوره، نیشش تا بناگوش باز شد. گفت من اولین کسی هستم که اینقدر خوب دربارش حرف میزنم و از بیشور نامیده شدنش خیلی اظهار خوشحالی کرد. آه از نهادم برخاست و فهمیدم این از اون موارد واقعا مشکله. البته من بیدی نیستم که با این بادا بلرزم و تصمیم گرفتم برای درمان عمیق این پسر بچه از تجربیات خودم در زمانی که مقعد شناس بودم استفاده کنم. معاینه کامل سه انگشتی یکی از این تجربه ها بود. از اون موقع به بعد من از همکاری کامل هوبرت لذت بردم و حالا با مسرت اعلام می کنم که او به زودی مدال افتخار پیشاهنگی خواهد گرفت. والتر کشیش بود. او 14 سال پیش به این کسوت در آمده بود و از اون زمان در 12 کلیسا خدمت کرده بود. حرارت بسیاری در یادگیری انجیل و موعظه کردن داشت و خودشو متخصص امراض روانی و درمان گناهکاری می دونست. اون واقعاً باور کرده بود که خودش رو در راه حق و وظیفه خطیر الهیش فنا کرده. والتر در خطابه‌هاش به صراحت می گفت که وظیفه ما اینه که در محضر خدا مواظب کوچکترین اعمال و رفتارمون باشیم. چرا که با ارتکاب کوچکترین خطایی یکسر در دامن گناه می غلطیم. اون عاشق این بود که بگه بدانید آن خدایی که جنبیدن هر برگ درختی در لوح او محفوظ است کوچکترین لغزش من و شما را به نیکی می داند و هرگز آن را فراموش نمی کند. بعضی وقتا والتر در هنگام موعظه حالت عصبی و تهاجمی به خودش می گرفت، به طوری که هر آدم عاقلی از علاقه و جدیت والتر برای ایجاد دافعه شگفت زده می شد. چند بار هیئت مدیره کلیسا برای این حالتها به والتر تذکر داده بود، اما او همیشه با لفاظی‌ها و ژست‌های زاهدانه نه تنها انتقادات را قبول نکرده بود، بلکه چیزی هم طلبکار شده بود. والتر معمولاً به هیئت مدیره یادآوری می‌کرد که خادمان راستین خداوند دشمنان زیادی دارند و هیئت مدیره کلیسا نباید اجازه بده کسایی که هیچ کاری برای خداوند نکردن اونا رو بازیچه دست خودشون کنن. اوضاع بر این منوال بود تا اینکه یک بار والتر تصمیم گرفت برای یک شنبه درباره زنای محسن موعظه کنه. با همون حالت همیشگی خطابه قرایی درباره این گناه کبیره ایراد کرد و در مورد کراهت و شناعت عظیم زنای محسنه در نزد پروردگار سخنرانی کوبنده‌ای کرد. اون به حاضران گفت که جای هر کسی که چنین گناهی رو مرتکب شده باشه تا ابد در قعر جهنمه و هیچ جای امیدی هم برای کسی باقی نذاشت. یکی 2 هفته بعد وقتی که والتر داشت مراسم عشای ربانی رو آغاز می‌کرد، یکی از حضار که ظاهر موقر و متشخصی هم داشت از جای خودش بلند شد و با اسلحه‌اش به سمت والتر نشونه رفت. اون مرد به والتر گفت بهتره دعاتو از ته دل بخونی، چون شاید آخرین دعات باشه و حتما هم از خدا بخوای که برای زناهای محسنه و غیر محسنت ببخشتت، چون اگر دست از سر زن و دخترای من بر نداری خودم تا در دروازه جهنم راهیت میکنم. والتر اون موقعیت ناگوار رو با تقوا و خویشتن‌داری تحمل کرد. او به حضار گفت که تهمت آن مرد محترم ناحقه، اما او از سر تقصیرش میگذره. بسیاری از حاضران به خاطر این بردباری مؤمنانه و حتی قدیسانه والتر به گریه افتادند. اما روزگار والتر سر اومده بود. چند روز بعد شورای مخصوصی متشکل از پدران و شوهران هتک ناموس شده نامه‌ای به سراسقف منطقه نوشتن و درخواست کردند که نه تنها والتر از کلیسای ناحیه اونا اخراج بشه، بلکه خلع لباس هم بشه. اسقف برای مذاکره محرمانه اون رو فراخوند. والتر اونجا هم هر تهمتی رو بی اساس خوند، اما شاکیان دست پری داشتن. اونا عکسای رنگی واضحی از والتر در هنگام ارتکاب عمل به همراه نوارهای صوتی حاوی صدای زنان و دختران رو کردند. با وجود این اسناد و مدارک، والتر باز هم کم نمی آورد.
اون میگفت این راهی بوده که او برای اجرای فرمان مسیح که میفرماید به همسایه‌ات عشق بورز انتخاب کرده. در خانه یک خادم خدا باید همیشه به روی بندگان خدا باز باشه، چه روز، چه شب و چه نیمه شب. والتر به کلیسای 13 فرستاده شد، اما اسقف عکسای رنگی خوشکیفیت رو لابد برای روز مبادا نزد خودش نگه داشت. ضربه نهایی وقتی بود که زن والتر اعلام کرد که او با بچه‌ها به خانه پدرش برخواهد گشت و علاوه بر این پیشنهاد شغلی در بنیاد بین‌المللی ترویج بیخدایی رو هم پذیرفته. والتر داغون شد. او همیشه فکر میکرد که اسقف از اون حمایت خواهد کرد و زنش هم تحت هر شرایطی باهاش خواهد موند. خیلی سعی کرد تا راه نجات عقلانی یا مؤمنانه‌ای پیدا کنه، اما موفق نشد. اون در محاصره دشمنان زیادی قرار داشت و کسی نبود که نجاتش بده. والتر به این نتیجه رسید که اینا کار شیطانه. اما واقعاً این وضعیت به خاطر شیطان بود یا بیشعوری؟ اسقف والتر رو نزد من فرستاد. من به والتر کمک کردم تا زیر پوسته دینداریش رو ببینه و قبول کنه که هرگز اون آدم اندیشمند، دلسوز و پرهیزگاری که فکر میکنه هست نبوده. اون چیزی جز یک بیشعور مذهبی نبود. والتر نمیتونست بپذیره که به طرز بسیار ماهرانه‌ای خودش رو هم فریب میداده. اون باور داشت که نه تنها تمام اعمال و رفتار شرافتمندانه بوده، بلکه حتی بعضی از کارهاش رو مصداق بارز ایثار و فداکاری میدونست. مثلا معتقد بود که خودش رو فدای زنان کلیسا رو کرده، به این ترتیب که مرهمی بر درد تنهاییشون شده و با برآوردن ضروری ترین نیازهاشون کمک کرده که به زندگی با شوهران سرد مزاجشون ادامه بده. اما بالاخره قبول کرد که بزرگترین عطیه الهی برای عالم نسوان یا هیچ عالم دیگری نبوده. متوجه شد که چقدر به دیگران آسیب رسونده و از اختیاراتش سوء استفاده کرده. هرگز اون روز رو فراموش نمی کنم که به من نظر کرد و گفت: آیا من بیشعور بودم فرزند؟ چون این لحظاتی به کار روان درمانی من ارزش ویژه‌ای می‌بخشند. بعد از ماه‌ها مشاوره و درمان، والتر با تقاضای طلاق همسرش موافقت کرد و کلیسا را هم ترک کرد. سخت‌ترین درس اون درک این مطلب مهم بود که سایر مردم برای این خلق نشدن که باهاشون سرگرم بشه و بهشون فرمان روایی کنه. بنابراین باید به کلی رفتارش را عوض کنه و راه و روش دیگه ای رو در پیش بگیره. والتر الان در گوشه ای از خاورمیانه به شتربانی مشغوله. او مدعیه که خدا رو دوباره شناخته و میگه اگر خداوند بتواند امثال این مؤمنان بمب گذار و من بیشور را ببخشد، پس قدرتمندترین قادر جهان است. و اگر کسی از او درخواست کمک یا راهنمایی کنه، با مهربانی جواب میده: هیچ وقت با یک بیشعور صلاح و مشورت نکن فرزند. صدایی که در کویر میپیچه انگار زمزمه میکنه: صحیح. از این سرگذشت‌ها میشه نکات چندی درباره بیشعوری فهمید. هر آدمی، چه پولدار و چه بی پول، چه زن چه مرد، چه پیر چه جوان، ممکنه به بیشعوری مبتلا بشه. نه باهوش بودن و نه کودن بودن هیچ کدام مانع از ابتلا به این عارضه نمیشن. به عبارت دیگه، بیشعوری مرضیه که میتونه هر کسی رو در هر زمانی بدون هیچ هشداری آلوده کنه. از خاخامی که در طول زندگیش بیشعورای فراوانی دیده روایته که هر کسی در شرایط ویژه‌ای میتونه وقیح باشه. همین که اون شرایط از بین رفت، آدم معمولی به خود میاد و از وقاحتش پشیمان و سرفکنده میشه. اما آدم بیشعور دنبال فراهم کردن شرایط دیگری میگرده. این سرگذشته رو به این جهت برای نقل کردن انتخاب کردم تا تنوع رفتاری بیشعورها رو نشون داده باشم. هرچند در نهایت هر بیشعوری منحصر به فرده و فرمولی برای شناسایی دقیق بیشعورها وجود نداره. همونقدر که انسانها پیچیده و گوناگونن، بیشعورها هم پیچیده و گوناگونن و به همین میزان راههای درمان این بیماری هم پیچیده و گوناگونه.
شاید فقط تعریف کامل این عارضه کتاب مستقل دیگری رو به طلبه که البته نگارش اون بیش از مباحث روانشناسانه بستگی به میزان فروش این کتاب داره. فروشی که با در نظر گرفتن کمیت بیشورا باید خوب باشه. فقط در ایالات متحده آمریکا بیش از 100 میلیون بیشور وجود داره که هر کدوم منحصر به فردن و همین امر من رو امیدوار میکنه که کتابای زیادی از این دست بتونم بنویسم و روانه بازار کنم. در هر حال برخی از خصوصیات مشترک بیشورا اینا هستن: خودپسندی فجیع، نفرت انگیزی بی‌حد، خیرخواهی متکبرانه، ضمیر ناخودآگاه غیر قابل نفوذ که با مته الماسه هم نمیشه به اون نفوذ کرد، کسب قدرت با خار و خفیف کردن دیگران، امتناع از صفات اصلی انسانی، سوء استفاده بیرحمانه از آدمای ساده. این صفات رو به همراه موارد دیگه در فصلای پیش رو بررسی میکنیم. فعلا نگران این چیزا نباشید. بالاخره دیر یا زود به این نتیجه خواهید رسید که احساس همزاد پنداریتان درست.